بسم الله الرحمن الرحیم. اگر خودتون معرفی کنید متشکرم میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و جملت. من سید علی مدنی زاده هستم. چی خوندین؟ کجا خوندین؟ عرض کنم که من مدرسه نیکان بودم دوران راهنمایی دبیرستان و بعدم المپیاد ریاضی یه دور داخلی برنز گرفتم، یه دور طلا گرفتم، بعد دیگه رفتم برای مسابقات جهانی المپیاد ریاضی و یه برنز جهانی گرفتم. بعد اومدم دیگه برق شریف سال 79 و یه مسابقه دوباره مسابقات جهانی المپیاد دانشجویی رفتم، بازی برنزی هم اونجا گرفتم. یه کارشناسی ارشد مخابرات سال 83 تا 84 داشتم در دانشگاه سنگ شریف. از اونجا رفتم خارج از کشور، دانشگاه استنفورد رفتم برای رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات. ارشدم رو که گرفتم دیگه اقدام کردم برای دوره دکترا. دانشگاه شیکاگو دکترا پذیرش گرفتم، 6 سال اونجا بودم و دکترا تمام شد و لطف خدا بعد دیگه برگشتم مستقیم ایران سال 92. از اون موقع هم هیئت علمی دانشگاه مدیریت اقتصادی دانشگاه سنگ شریف هستم و استادیار اقتصاد شروع کردم. همزمان شروع کردم، بعدم الانم دیگه دانشیار هستم و در حال حاضرم به در واقع نظر عزیزان دانشکده مسئولیت ریاست دانشکده رو به عهده من گذاشتم. سلام. از موقعی که برگشتم یه حدود تقریبا نزدیک 4 سال پژوهشکده پولی بانک مرکزی بودم، مدیر گروه مدل سازی و بحث مسائل مربوط به طرح بحث کاهش تورم و مقابله با رکود تورمی و بحث طرح اصلاح نظام بانکی و طرح نجات بانکی و اینها رو کار کردم. بعد از اون سازمان برنامه رفتم، مشاور اقتصادی معاونت اقتصادی سازمان برنامه بودم 2 سال و اونجا هم بحث‌های عرض کنم پروژه مقابله فعالان با تحریم ها رو درگیر بودم و همینطور بحث اصلاح ساختاری بودجه. یک سالی بعد از اونجا هیئت مدیره هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات هم توی وزارت ارتباطات بودم. بعد هم که دیگه کار ریاست دانشکده شد دیگه از اونجا اومدم بیرون. دیگه 2 سالی هستش که دوره ریاست هم گذاشتم. نیکان مال تیزهوشانه درسته؟ نه مثل مشابه مدرسه علوی سابق بود. مذهبی؟ بله مدرسه مذهبی. پس خانواده مذهبی داشتی؟ بله. ازدواج اون طرف کردین یا این طرف؟ من قبل از رفتنم ازدواج کردم. چرا؟ برای اینکه خواستم ازدواج کنم. نه یعنی من می‌خواستم ببینم که به خاطر اینکه می‌خواستیم بریم خارج ازدواج کردین. نه خب من از قبلش از خیلی وقت پیشش اقدام کرده بودم برای اینکه ازدواج کنم. کیستون رو پیدا کرده بود؟ چیز شده نه اتفاقا نه خیلی دنبال گشته بودم و پیدا نشده بودش و خیلی طول کشید 1-2 سالی طول کشید تا در واقع به نتیجه پیدا بکنم کیس نهایی همسرم رو. ولی دیگه خیلی چیز داشتم، جدی بودم که قبل از رفتنم این اتفاق بیفته، چون واقعا نمیخواستم که اونجا برم و مجرد باشم و خدا خیلی لطف کرد و قسمت شد که قبل رفتنم دیگه با همسرم آشنا شدم. و چند سالگی؟ من سال 84 رفتم، میشه 23 سالگی. راستی هستم متولد چه سالگی؟ خانمتون هم تو همین رشته هستن؟ نه همسرم معماری بودن، اول شهرسازی بودن بعد دیگه اومدن معماری اونجا خوندن و برای ارشدشون هم یکی از زیرشاخه‌ها رفتن حوزه کامپیوتر گرافیکس کار کردن. با هم تو آمریکا بودین درسته؟ بله. سلامتی. به نظر شما کسی که میخواد مهاجرت کنه قبلش باید ازدواج کنه؟ خیلی بهتره، یعنی مثلا واقعا در حد نزدیک به ضرورت مثلا
نمیشه یه ضرورت طبیعتا باید بلوغ شکل گرفته باشه تو هم کسی که بالغ هنوز فکر میکنه نشده به معنای فکری خب نه نباید هیچ وقت ازدواج کنه چه اینجا چه اونجا ولی وقتی اگر بلوغ شکل گرفته باشه که خب باید آدم تلاش کنه زودتر بلوغ شکل بگیره اگر بلوغ شکل بگیره هرچه سریعتر ازدواج باید اتفاق بیفته طبیعتاً واقعاً باید ضرورت در حد ضرورتی که قبل از رفتن ازدواج سر بگیره چون خیلی اونجا نگه داشتن اینکه آدم خودش بتونه نگه داره خیلی کار سختیه از ابعاد مختلف از ابعاد متعدد این حضور همسر چه برای آقایون چه برای خانم‌ها ضرورت داره تثبیتشون میکنه بله و کمک میکنه به حفظشون به اینکه آدم بهتر حفظ بشه مسیری که به میره رو لحاظ بدیم فکری اعتقادی بتونه با ثبات قدم بیشتری باشه. خب شما که اصلا المپیادیست بودید دیگه همش فقط المپیاد شرکت کردین و مدال میگرفتین نظرتون در مورد المپیادا چیه خوبه یا بده چون بعضی منتقدشن میگن که المپیادا فقط نخبگان ما رو مثلا چیز میکنه جمع میکنن و میرن ببین نخبگان ما که میخوام برن که میرن کاری به کار ندارن حالا قبل بوده اون بحثا آره المپیاد کمک میکنه واقعا به اینکه بچه‌ها یه فضای بهتری رو بچه‌ها یعنی یه فضای رقابتی میشه برای اینکه توی فضای متفاوت‌تر و بهتری از نظام آموزشی کنونی ما با موضوعات علمی آشنا بشن و نکته اینجاست که ما تو نظام آموزش که داریم حداقل زمان ما که اینطوری بود الان نه در جریان نیستم میشونه که عوض شده باشه ولی مسئله محور نیست خلاقیت محور نیست اینکه شما چقدر قدرت حل مسئله داری چقدر میتونی فکر بکنی اصل بر لزوما فکر کردن عمیق نیست اصل بر حل چالش نیست اصل بر حل کار تیمی کردن نیست ولی فضای المپیاد خیلی این میزنه و همه اینا رو در واقع پرده ها رو پاره میکنه و این فضایی رو ایجاد میکنه که بچه‌ها بشینن عمیق فکر کنن مسائل رو خوب ریشه یابی بکنن با چالش رو برو بشن خلاقیت به خرج بدن و حل مسئله بکنن این فضای خیلی خوبیه کاش که همه سیستم آموزشی ما اینطوری میشد حداقل یه تعدادی از بچه‌ها در این فضای رقابتی به این فضا اصطلاحاً اکسپوز میشن به خودش یه نعمت بزرگیه درسته شما رشته‌تون ریاضی بود درسته؟ من رشته چیزم ریاضی بود دیگه دبیرستان چون اقتصاد چیزه دیگه معمولا یادمه که اون موقع‌ها توی ادبیات علوم انسانی بله متاسفانه اینجوری در حالی که اقتصاد انقدر ریاضیاتش زیاده من نمیدونم چرا اصلا رو چه حسابی معمولا کسایی که از ریاضی فرار می‌کردن می‌رفتن آره نه واقعا اقتصاد همش ریاضیه یعنی وقتی میای می‌بینی همش جزء علوم اجتماعی هست ولی متدولوژی ریاضیاته و کسایی که فقط ریاضیشون خوبه میتونن موفق باشن در اقتصاد. تو دنیا همینه؟ بله تو دنیا همینه. بله. چون نگاه کنیم بزرگتر اقتصاددونا، نوبلیستا اینا همه خیلیشون اصلا ریاضیدان بودن. اومدن اقتصاددان شدن نوبل گرفتن. خب ما می‌خوایم بیشتر خاطرات بریم که برای مخاطب جذاب بشه. از المپیاد خاطره خاصی دارید که تفاوت این ایران با کشور دیگه نشون بده؟ خیلی خاطره دوریه تفاوت ایران و با نگاه اونها توانمندی‌های خودمون این نکته آموزه خیلی خوبی که المپیاد برای من داشت این بود که خب ما به لحاظ سطح علمی خیلی دست کمی از مثلا هم قطارهای خودمون در سطح بین المللی نداریم خیلی خوبای ما با خیلی خوبای دنیا کاملا در حال رقابت هم رتبه‌های خیلی خوب میاریم واقعا
خیلی شگفت انگیزه. حتی تجربه کردنش برای بچه‌هایی که میرن تو المپیاد خیلی شگفت انگیزه و اعتماد به نفس بسیار زیادی رو برای فرد و ایرانی ایجاد میکنه و نشون میده ما به صورت بالقوه خیلی غذا میتونه خوب باشه، یعنی خیلی خوبه و خیلی چیزی شاید آنچنان دست کمی نداشته باشه در خوب ها، متوسط رو عرض نمی کنم، خوب ها. و اشکال کار اونجاست که شما می‌بینید که اینا هرچی جلوتر که میره یواش یواش از یه جا به بعد فاصله ها بیشتر میشه. یعنی مثلا فرض کنید بعد خارج از کشور هم که آدم میره باز همین حس رو میکنه. یعنی من وقتی برای ارشدم که رفته بودم میدونم نسبت به کسایی که دیگه‌ای که از تو بهترین دانشگاه دنیا من داشتم درس می‌خوندم، از بهترین جاهای از بهترین دانشگاه‌های دنیا آدم‌ها اومده بودن تو استنفورد و شیکاگو داشتن درس می‌خوندن، ولی به هیچ عنوان احساس کمبود نمی‌کردم که من الان در وقت مثلا لیسانس یه دانشگاه ضعیفی بودم انگار در سطح بین‌المللی و حالا اونجا چقدر عقبم. نه اصلا همچین حسی رو آدم بیس نداشت. آموزشی ما خوب بود، یعنی بیس‌های آموزشی ما خیلی خوبه، ولی مشکل اصلی اونجاست که این فرایند بازگشت نخبگان به جامعه ایرانی و به نظام تصمیم گیری کشور میتونم بگم که تقریبا بسته است و در نتیجه خب عملا هیچ اتفاقی نمیفته دیگه، هرز میره دیگه. شما من میبینید یه تعداد درصد بسیار بسیار بالایی از این جامعه نخبگان کشور که در بهترین دانشگاه کشور درس خوندن و فرض کنید که حالا چه رفتن خارج چه نرفتن خارج، ولی سطحشون در سطح بهترینای دنیاست، اینا نمیتونن برای کشور بازگشت در واقع سرمایه داشته باشن، نمیتونن این سرمایه انسانیشون رو به کشور برگردونن. چرا؟ چون یه درصد بسیار بالاییشون که از کشور خارج میشن و میرن با هم لیگ‌های قطارهای خودشون رقابت میکنن و اونجاها حالا استاد دانشگاه میشن، تو بهترین دانشگاه‌ها یا تو بهترین شرکت‌ها میرن با حقوق‌های بالا جذب میشن. اونایی هم که در داخل کشور میمونن یا احیانا برمیگردن در سیستم‌های غالباً در سیستم‌های حکومتی خیلی جایی ندارن، در سیستم‌های بخش خصوصی هم که اینقدر حالا کلاً خیلی خصولتی و در واقع شبه دولتی هستش باعث شده که اونجاها لزوماً خیلی جای لزوماً نباشن و ممکنه تک و توک مثلا خلاقیت کشه، مانع درست میکنه. شما اونجا نمیتونی واقعا ریترن خودتو ببینی، گرفتار بوروکراسی و نمیدونم کار اداری میشی، یعنی بازدهی که میتونی ایجاد بکنی رو به هیچ عنوان. من مثلا یکی از دوستانم بود که همکلاسی من بود، مثلا همش ایرانی که از اینجا با هم بودیم، بعد رفتیم اونجا با هم بودیم، مثلا بعدش رفتش یه شرکتی زد که من یادمه که مثلا ظرف مثلا 4 سال که چیز شد، موقعی که من برگشته بودم اونم اومد، مارکت ولیوی شرکتش تقریبا اندازه کل بانک پاسارگاد بود. خب یه سوالی اونجا تو آمریکا بود دیگه، درسته؟ جامعه هدف انگلیسی زبان از شما مثل اینکه از پایتخت داری برای استان‌های دیگه کار می‌کنی، از پایتخت داری مثل اینکه از برای استان‌های دیگه داری کار می‌کنی، ولی خب ایران مثلا خودش محدوده، زبانش محدوده، ارتباطاتش محدوده. مثلا از قطب کار کردن، قطب کار، پایتخت کار کردن خیلی فرق داره با شهرستان و روستا. ایران اینجوری روستا حساب میشه برای اون بحث جهان، نه؟ این که حتما هست، بعد اینکه واقعا سایز ما نسبت به کل دنیا که خب خیلی خیلی کوچیکه. همینا میشن عواملی که در واقع باعث میشه اینجا کوچیک باشد و اینجا نخبگان خیلی نتونن بیان. ولی میگم حتی این موضوع رو هم بذاریم کنار، اینقدر اینجا موانع برای این کار کردن هست و نظام‌های ضد انگیزشی وجود داره که باعث میشه که این نخبگان خیلی نقش قابل توجهی نتونن. استثناء رو بذاریم کنار، رو به جز استثناء غالب نخبگان خیلی نمیتونن. حالا نمونهش دیگه شما بیاید از 30 سال گذشته به این طرف ببینید چند نفر مثلا کسایی که المپیادی بوده
در یک جایی از مراتب رتبه شغلی از اون بالا 1 2 3 4 تا مدیر کلی در نظر بگیریم، این چند نفرشون از المپیادیا بودن، چند نفرشون رتبه زیر 100 کنکورن، چند نفرشون رتبه زیر 1000 کنکورن در طی 30 سال گذشته تا امروز. جمع بزنید درصد بگیرید، ببینید آقا اینقدر آدم اومده تو این پست‌ها، اینقدر آدم اومده تو این سمت‌ها. چون ببینید اینا دارن برای کل کشور برنامه‌ریزی میکنن دیگه. خب اگه قرار باشه که افراد غیر نخبه ها بیان برن اونجاها، که خب معلومه از کشور چی میشه دیگه. شما سامانه پالایش و رصد دارین که مثلا ببینید که المپیادیاتون، نمیدونم فارغ التحصیلاتون کجا هستن الان؟ من در جریانش ممکنه چیز داشته باشه، بود نخبگان داشته باشه. نه خودتون دانشگاه خودتون ندارین، دانشکده خودتون ندارین؟ نه ما یه کاری کردیم، یه بانک اطلاعاتی رو همین اخیر بالاخره تونستیم جمع بکنیم از اینکه بالاخره فارغ التحصیلامون کجا هستن. ولی تا قبل از این خیلی چیز دغدغه آموزشی نبود. گفتیم ما آموزش داریم میدیم، ربطی ما نداره. چرا دغدغه بود؟ هیچ وقت مثلا اون تلاشه، مثلا یه بار مثلا 10 سال پیش این تلاش انجام شد، اطلاعات جمع آوری شد. نکته اینه که این جمع آوری اطلاعاتشون خیلی کار پرهزینه‌ایه که ما بفهمیم کی کجاست. معمولا هر مثلا خب نه تعداد زیاده دیگه، یه نفر دو نفر این بعدم هی آدما جابجا میشن دیگه از این ور به اون ور. به روز نگهداری این دیتابیس بالاخره یه کار پرهزینه‌ایه. تا همین این الان نزدیک چند ماه کار گرفت از ما. تو اروپا کارو میکنن، تو غرب این کارو میکنن. دانشکده ها رصد میکنن دانشجوامون کجا؟ یه بهشون ربط نداره چون خیلی کشورهای مختلف هستن. نه چرا؟ در کل مثلا اینکه به محصول فارغ التحصیل میشن کجا میرن که خیلی جدی پیگیرش هستن، دنبالش میکنن که کی کجا داره میره. ولی اینکه مثلا الان رصد بکنن بدونن من 10 سال پیش فارغ التحصیل شدم اونجا الان کجا هستن نمیدونم. بعید نیست که بکنن. الان شما من بگی که این دارن میکنن اصلا تعجب نمیکنن. چرا میکنن؟ چرا اون پیگیری اولیه اینقدر زیاده؟ به خاطر اینکه میخوان به نوعی میخوان کیفیت خودشون رو ارزیابی کنن دیگه. ببینن بالاخره این همه دارن زحمت میکشن، خروجی‌ها کجا؟ آیا سطحش اومده پایین بالاست، کدومبری رفته، کجاها اشتباه کردن توی فعالیتاشون. تا حالا دانشگاهی که شما بودین تماس گرفته باهاتون از وقتی شما مدیر این دانشکده شدین که آقا جلسه بیا، کنفرانس بیا؟ نه ارتباط داشته باشید؟ نه فقط تنها چیزی که هست اینه که مثلا یه دونه کلا همه دانشگاه‌ها یه سیستم الومنای دارن، فارغ التحصیلان یه میلینگ لیست الومنای دارن. فقط همیشه ارتباطات اینجوری همایش داریم، یه ایمیل رو به عموم میزنن که مثلا یه برنامه هست و حالا شما همایشه یا نمیدونم بیاین کمک کنین، دونیشن کمک بکنین و نمیدونم این برنامه رو داریم، اون برنامه داریم، از همون میلینگ لیست هست. و الا نه این که مثلا همین بکنن نبوده. درسته. عرض کنم خدمتتون که خب وقتی رفتیم تفاوت فرهنگی ها چطور بود؟ زیاد بود؟ خیلی زیاد بود، یعنی خیلی زیاد بود. برای شما؟ به خصوص برای من خب به نسبت شاید بشه بگید توی خانواده داخل مذهبی بزرگ شده بودم، خب طبیعتاً خیلی جاها اروپیا خیلی چیزا رو نداشتیم. خیلی شاید یعنی خود ما خانواده‌ام و بعدم تو دانشگاه که بودیم و اینا با متوسط جامعه ایرانی هم تازه فاصله داشتیم. بعد خب یه ناگهان مثلا فرض کنیم وقتی آدم میرفت خارج از کشور فضای متوسط جامعه رو میدید، حالا بالاشو میدید پایینشو میدید، خیلی زیاد فاصله بودش، خیلی زیاد فاصله بودش. پس خیلی سخت بود. بله واقعا می‌کنه. شباهت‌ها ببینید این تفاوت فرهنگی هم حالا نکته‌ای که لازمه بگم اینه. ببینید جالبه بگم تفاوت فرهنگی شما مثلا وقتی یه موضوع فرهنگی این موضوع ابعاد مختلف داره. توی یک سری از مسائل واقعا جامعه ایرانی خیلی از ابعاد خیلی خوب بود به نسبت به اونا خیلی بد بودن و فاجعه بار بود. عمدتاً هم بیشتر مثلا حالا بحث‌های که مرتبط به نوع باورهای ما میشه اونا خب خیلی فاصله دارن. یه جامعه بالاخره نسبتاً لاییکه مثلا
درسته میگن مسیحیت نمیدونم یا مثلا دین خودشون دارن مسیحیت، ولی واقعا چیزی که لایکه و اومانیسم حاکمه و در نتیجه این اومانیسم خودشون همه جا نشون میده و حالا از ظاهر و پوشش گرفته تا خیلی در واقع چیزای دیگه که نمیخوام واردش بشم. نه اگه میشه وارد بشین، چون میگم حالا مثلا چیز بشه. بالاخره از بحث‌های ظاهری، از همه ابعاد بحث‌های چیزایی که ما توی بحث‌های فرهنگ دینیمون داریم، خب فرهنگ دینی که میگم عمدتاً از جنس فرض کن روابط مثلا ممکنه زن و مرد باشه، پوشش باشه، نمیدونم خوردن باشه، ازدواج باشه، خوردن و اینا بخواد باشه، نوع در واقع چیزایی که مصرف میکنن و اینا خب خیلی متفاوته. ولی تو یک سری چیزها هم که بازم اونم جزء فرهنگ دینی ما هست، ما بیشتر اصطلاحاً بهش میگیم اخلاقیات تو ادبیاتمون، باز هم فاصله قابل توجه بود. یعنی ما خیلی بحثایی مثل دروغ گفتن و نمیدونم غیبت کردن و صداقت داشتن و اینا، خب ما تو جامعه ایرانی اینو خیلی نسبت به اونجا خیلی بدتر بود، یعنی اونجا خیلی بهتر بود واقعا. این همه فیلم میسازن تو فیلماشون نشون میده طرف دروغگوه، طرف من در متوسطی که ارتباطاتی که خودم داشتم رو میبینم. یعنی تو رشته شما تو اقتصاد بالاخره افراد جامعه‌ای که باشون، ولی تو اقتصاد خیلی دروغ میگن نه؟ تو بورس و اقتصاد و تجارت اون خیلی ذاتش فرق میکنه با اون شما داری با محیط اجتماعی. عینکمو بذارم چشام نمیبینه، خب به نور حساس شد. نه واقعا رعایت اخلاقیات در سطح اجتماع خیلی بهتر بود از اون چیزی که من تو ایران تجربه کرده بودم. چرا دلیلش چی بود؟ خب میگم همین چیزایی که موارد اخلاقیاتی که میگم مثلا ما تو ایران خیلی برعکسش رو بعضا خیلی راحت آدمو تو ایران غیبت میکنن. خب میگم دلیلش چی بود به نظرتون؟ اونا که میگن اومانیست بودن، بحث چیز نداشتن. آره اونا به خاطر همون اومانیسمشون ولی میدونن که اگه بخوان زندگی بهتری داشته باشن باید این اخلاقیات رو رعایت کنن. مثلا از بچگی با بچه‌هاشون خیلی این چیزا رو کار می‌کردن. خب تو همون اومانیسم یا همون سرمایه‌داری میگه به هر روشی هر چیزی می‌خواد به دست بیاره. نه اینطور نیست. نه نیست؟ این به نظرم حداقل من هم چیزی رو اونجا تجربه نکردم. سیستم آموزشیشون واقعا هم چیزی نیست. نمیگه تو هر چیزی رو با هر قیمتی به دست. سرمایه‌داری همینه دیگه نیست؟ بس دیگه با من ربطی به سرمایه‌داری نداره به نظرم این موضوع. اصلا این تیم آموزش موفقیت که میدن یعنی نمیدونم خودت مهمی، یعنی خودمحوریش خیلی بیشتره. ببینید خودمحوری فرق میکنه با اینکه ببین میگن تو ممکنه بله من لذت خودت ممکنه مهمه، تو اومانیسم دیگه خودت مهم هستی، ولی این موفقیت تو در یک موفقیت جمعی حاصل میشه و در این موفقیت جمعی مهمه. تو اگر که مثال میزنم حتی با نگاه خودمحوری من اگر با شما بد رفتاری بکنم، خب فردا شما واقعا بد رفتاری میکنی واسه شکست خود من میشه. من با شما دروغ بگم، شما فردا روز شما به من دروغ میگی، جامعه شروع میکنه جامعه دروغگو شدن، بعد به خود من ضرر میکنم. من اگر پشت شما غیبت بکنم دیگران میفهمن که من یه آدم غیبت کنی هستم، بعد دیگه پیش من احساس امنیت نمی‌کنن. یعنی این آثار سوء مسائل اخلاقی حتی با نگاه اومانیستی هم، حتی ایتیست هم خیلی از این چیزای اخلاقی رو داشتن. خب من احساس میکنم که این بحث کار گروهیه که آموزش میدادن و اینا تأثیرات کار گروهیه، درسته؟ چون ما تو اینا فردیم دیگه، خودت درس بخون بیا بالا و اما اونجا مثلا بیشتر کار گروهیه. نه میتونم بگم که همه‌اش رو خلاصه کنم در کار گروهی. نه واقعا بالاخره جامعه یه سری چیزا رو به عنوان ارزش تعریف میکرد برای بچه‌های، به خصوص تو سیستم آموزشیشون برای بچه‌ها و توی سیستم مثلا حتی بگم دانشگاه حرفه‌ای پروفشنالیسمی که حاکم بود، یه سری چیزایی رو به عنوان ارزش مطرح میکرد و اینکه ما بالاخره جامعهمون یه مجموعه از ارزش‌هایی برامون مهمه. همونطور که ما تو ایران یه سری چیزایی رو به عنوان ارزش تعریف می‌کنیم و سعی می‌کنیم بهش حداقل دوست داریم بهش پایبند باشیم، اونجا هم خیلی تلاش می‌کرد یه سری چیزایی رو واقعا به عنوان ارزش
تعریف بکنه برای دانشگاهی که رفتین چند درصدشون آمریکایی بودن؟ اتفاقا دانشگاه شیکاگو خیلی زیاد آمریکایی داره. بس چیزی که دیدین فرهنگ غالب خود آمریکا بود نه کشور اروپایی. بله من چیزم همینطور، استنفورد هم همینطور. بله و واقعا خود کره آمریکاییش اتفاقا اونایی که مثلا فرض کنید جاهای دیگه می اومدن شاید کمتر به مثلا به این سفت و سختی، چون ببینید جامعه آمریکا جامعه نسبتاً ارزشی تریه نسبت به اروپا، نسبت به یا مثلا اروپای جنوبی یا آمریکای جنوبی باز مثلا یه تم فرهنگی متفاوت تری رو لاابالی یعنی کمی یه جنس خاص خودشون رو دارن. ولی توی چیز باز مثلا خود آمریکای شمالی، خود آمریکا مثلا آمریکایی اونا یه بحث‌های ارزشی مهمی رو داشتن که حالا میگم ممکنه اگه بخوای به لحاظ فلسفی ریشه یابی کنیش شاید برگرده به اینکه آقا بله درست اومانیسم هسته، ولی این اومانیسمه باز منفعت تو وقتی حاصل میشه که این ارزش‌ها رو در سطح جامعه حفظ بکنیمش. ما احتمال داره شاید از این من خیلی فلسفه‌شو من مطالعه نکردم بخوام بگم که مثلا ریشه فلسفیش اینه، ولی بعید نیست که مثلا از این جنس بحثا بوده باشه. چیزی بود که بهش افتخار کنین از فرهنگ ایرانی و ایرانی بودن خودتون؟ من قطعاً به فرهنگ دینی خودم افتخار می‌کنم. خیلی پررنگ‌تر باشه که من خیلی مثلا ما اینو داریم اینا ندارند، خیلی افتخار کنین. من تقریبا هر آنچه از فرهنگ ایرانی خودمون ببین یه نکته هم بود، من این وقتی یه چیز میگم فرهنگی گفتم که فرهنگ ایرانی نبود. ببین ما تو فرهنگ دینیمون خیلی چیزایی رو بهمون گفته شده و اونایی که معتقد هستن و پایبندن واقعا خب پایبندن و تو ایران نه منظورم اینه که ولی تو مواجهه با اونا خیلی خوشحال باشین که من اینا دارم اینا ندارند. تقریبا اکثر چیزایی که به لحاظ فرهنگی داشتم واقعا بهش افتخار میکردم و چیزی که مثلا به چشم اونا دیده بیشتر اومده باشه. مثلا اخلاق خیلی خوب، شاید بشه بگی خوشرویی، مثلا خیلی یه ذره تو این شاید یکم اینا شخصی هم باشه. آره اون چیزی که به اسم فرهنگ خدای شما خیلی متفاوتی واقعا؟ آره جالبه برام برخورده بود کوتاه بود. نمیدونم بذار فکر کنم این بود واقعا یه سری یادم یکی از استادا داشتیم خیلی همیشه من میگم من خیلی دوست دارم بدونم شما تو چه خانواده‌ای بزرگ شدین که اینجورین، خیلی به من مباهات میکرد. پروفسور میلگرام همیشه میگفت برای من خیلی جالب میلگرام استاد چی؟ استاد اقتصاد استنفورد بود. درست. همیشه میگفتش که آره خیلی شخصیت شما برای من جالبه و میدونی یه حالت خیلی ویلکامینگ، خیلی مؤدب مثلا ما خیلی تو ایران فرهنگ ایرانی ادب خیلی جدیه، ولی اونجا اون چیزی که ما اینجا ادب تعریف میکنیم و لزوما ندارن. مثلا ما ادب کوچیکتر به بزرگتر، دانش آموز به استاد و معلم خب خیلی تو ایران تعریف شده است، ولی اون شکلی که اینجا تعریف شده است اونجا تعریف شده نیست و مثلا اونا خیلی براشون جالب بود مثلا این میزان ادب و احترامی که مثلا ما میذاشتیم به استاد. آره خیلی حتی چیز بود اینقدر اینجوری بود که احساس می‌کردم چقدر شما مثلا اینقدر مثلا غیر چیز اینقدر رسمین و یه ذره بیاین مثلا غیر رسمی تر باشین. خیلی سنش بالا بود ایشون که بله ایشون خیلی سنش بالا بود بله. آره این خیلی چیز بودش، این روحیه ویلکامینگ و مهمان دوستی شاید مؤدبا آره مهمان دوستی و مهمون دعوت می‌کردین تو خونتون؟ ایرانی فقط ایرانی چیز غیر ایرانی ما هیچ وقت نداشتیم. شما آدم مذهبی بودین، کسی مسلمان کردین؟ میگم چه گفت به واسطه شما با اسلام آشنا شده باشه در واقع؟ فکر نمی کنم. ببین یه مقدار ما توی مرکز اسلامی و اینا فعال بودیم خب حالا شاید به واسطه فعالیت هامون یه کسی، ولی این که مثلا کیس خاص بگم که تونستم فلانی رو مسلمان بکنم توفیقش برام حاصل نشد واقعا. پرسش و سوالای جالبی داشتیم با هم دیگه، مثلا گفتگوی جالب. بله
بله. البته این نکته بگم چرا، یه نکته جالب، نمیگم من مؤثر، نمیدونم من مؤثر بودم یا نه، ولی من یکی از استادام مسلمان شد. ادوایزرم یکی از ادوایزرام مسلمان شد. توی بعد از اینکه من از آمریکا رفتم. حالا ولی نمیدونم من چقدر مؤثر بودم در مسلمان. چقدر دانشجو مسلمان داشت؟ نداشت. شیعه شد؟ نمیدونم راستش. چون من بعداً متفهمیدم که مسلمان شده. بعدی اومد. آره. خیلی من بعد از که اومدم واقعیتش خیلی ارتباطاتمو کم کردم. خیلی. خود این می‌بینیم یه حالت چیز داره. یعنی من وقتی متوجه چون خودش هم دوست نداشت که خبرش پخش بشه و منم هی می‌خوام پرس‌وجو بکنم. ببینید یه حالت امتیازاتی ایجاد می‌کنه، مثلا فرض بگیم همسر فرعون خدا میزنه پس کلش مسلمان میشه، یعنی ادواردانی. ولی خب ما ایرانی نمیدونم چرا استفاده نمی‌کنیم. آره من واقعا قبول دارم میشد شاید بیشتر خیلی میشد بیشتر استفاده کرد. یه دوستی دارم فرانسویه، تازه مسلمان، اقتصاددانه. ان شاءالله یه ارتباط میدم اگر دوست داشته باشین. بعد ایشون میگفت که من توی هواپیما نشسته بودم، بعد یک اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی اتفاقی کسی که بغلم نشسته بودم تازه مسلمان بود، خانمش مراکشی بود. بعد با هم صحبت کردیم، تو تازه مسلمانی، منم تازه مسلمانم، خیلی با هم رفیق شدیم. بعد اون نماینده یکی از شرکت‌های مهم بازیسازی توی دنیا بود، چهارمین شرکت دنیا بود تو فرانسه. من گفت باش حرف زدم، یه ایده داشتن در مورد عطار، گفتم میشه این کارو کرد، همون سیمرغ عطار بود کام یا هفت شهرش. بعد خیلی خوشش اومد. چند وقت بعد من زنگ زد گفت که آقا من $400,000 از چیز گرفتم، یورو از شرکت گرفتم که فقط میام تو ایران تحقیق کنم در مورد این بازی. گفت خب خیلی خوشحال شدم، اما خودی پیگیری نکردم. بعد از این مدت فهمیدم که چون فرانسه ضد انقلاب و چه می‌دونم همه فرقه‌ای هستن، ظاهرا منافقین باشون ارتباط گرفته بودن، رأیشون زده بودن، چون این ارتباطه دیگه نبود. فقط در حد اینکه یک جرقه‌ای من انداختم و رفتم. چیزی هم که تو ایرانی من دیدم اکثرا همینه، ما یه جرقه‌ای انداختیم بقیه‌اش به خداست دیگه. آره نه واقعا تو این تیکش من خیلی فعالانه خیلی اینجا رو عمل نکردم. بیشتر همون فعالیتایی که توی مرکز اسلامی داشتیم بیشتر تلاش این بود که حالا اونایی که بالاخره یه بیسی رو دارن رو آدم تلاش بکنه که تو اون فضای اونجا آدم بتونه همینا رو نگه داره. بچه‌ها، نوجوانا، مدرسه فارسی که اونجا بودش، مرکز اسلامیایی که مال ایرانی‌ها بودش، حالا هم تو اسلام نگاه مسلمان شدن و تبلیغ نداشتنش کنهشون. نه یه نگاه بیشتر همین بود که اینایی که الان در معرض واقعا خطر، بیشتر خیلی اونا در معرض خطرن، که آلردی مسلمانن و تو اون محیطن و دارن از دست میرن، واقعا تلاش رو بکنه که اینا رو حفظ بکنه. اینو خیلی اولویتش رو احساس می‌کردم خیلی بیشتره. یکی از نکات مهمش همین بود که برای اینکه شما بتونی یکی رو بیاری خیلی باید یه ویژگی‌های خاصی رو میخواد و بعدم باید به لحاظ فرهنگی مقدار نزدیک‌تر باشی و ما خیلی به لحاظ فرهنگی به فرهنگ آمریکا خیلی نزدیک نبودیم. یعنی دوره‌ای که ما اونجا بودیم برشون خیلی دوره خیلی کوتاه و محدودی بود، خیلی هم تلاش نمی‌کردیم اینگیج بشیم. ضدیت داشتن با ایرانی‌ها؟ نه در حالت کلی، نه. نگاهشون چی بود به ایران؟ ببینید دو تاست، یه وقت به ایرانیه، یه وقت به ایران. به ایرانی چیز نداشتن، نگاه بدی نداشتن، ولی به ایران خب بالاخره به اون حاکمیت مشکل داشتن. بالاخره مثلا چیز بود دیگه، اونم باز میکس بود. بعضیا بودن که خیلی تحت تاثیر پروپاگانداهای دولتی و خبررسانه‌ای بودن، یه عده بودن که خب نه اتفاقا خیلی هم ضدیت داشتن با پروپاگانداهای رسانه‌ای. نهایتاً اونایی که مخالف بودن ممکن بودن تا خیلی هم اینطوری نباشن، ولی اونایی که چیز بودن، اونایی که همراه بودن با ایران خیلی حال نمی‌کردن. بخصوص من دوره زمانهای احمدی نژاد اونجا بودم، خیلی از مثلا مسلمانای کشورهای دیگه خیلی دوست داشتن، خیلی هم احمدی نژاد دوست داشتن و خیلی ایران رو خیلی دوست داشتن و گفتن آره باریکلا مثلا ایران. همش ترکیه و اندونزی و اینا باشن، مالزی، اندونزی. همه جوره بودن. خیلی از کشورهای مسلمان مثلا این روحیه‌ای که مثلا ایران داشت پروموت می‌کرد و اون موقع خیلی ها بودن که احساس خوبی می‌کردن، گفتن باریکلا ایران مثلا داره اینجوری برخورد می‌کنه. عرض کنم خدمتتون که اونجا بحثی بود که
چون شما اطلاعات دینیتون بالا بود در مورد اینکه ما جلوتر بودیم تو اقتصاد، مثلا درسی رو بخونین، بحثی رو ببینید، بعد اینکه خب ما توی ایران توی اسلام از اینا جلوتریم، از اینا جلوتر بهش افتخار کنیم. اینجوری سوالتون رو نگرفتم یه بار دیگه. یه بحثی هست مثلا شما دارید توی درس‌ها یه مباحثی درس میدن و بهش میرسین، چون شما اطلاعات دینیتون بالا بوده، مثلا این یکی برسید که 1400 سال پیش اسلام اینو گفته بود به ما. امام علی، اقتصاد امام علی، اقتصاد اهل بیت مثلا. این مثلا یه مورد جالبی که اینی که جالب داریم میدیم الان من بیشتر باهاش چیزم، چون الان هم بیشتر اقتصاد رو میشناسم، هم ابعاد اسلامی اقتصاد رو. موقع دانشجو قبل بود. از اینکه برم دانشجو بودم، تا قبلش هم اقتصاد خیلی نخونده بودم، تناظر اینا رو خیلی ندیدم. درسته دور اسلام بلد بودیم ولی اقتصاد و اقتصاد اسلامی لزوماً به اون مفهوم عمیق فلسفیش چیز نبودیم. ولی الان اتفاقاً چرا قشنگ می‌بینم که چقدر آموزه‌های اسلام همراستاست با یافته‌های علم اقتصاد. الان اینو قشنگ من به خوبی دارم می‌بینم، الان حسش می‌کنم. چیزی که اونجا یه بار برام خیلی جالب بود، به چشمم اومد، این بود که ما اونجا یه بحثی داشتیم که بحث نرخ بهره بهینه بود که آقا نرخ بهره بهینه چیه و چجوریه، که اونجا یه قاعده معروف بود به اسم قاعده فریدمن که مثلا اثبات می‌کرد که نرخ بهره بهینه صفره. بعد خب من اولین بار که دیدم مثلا خیلی برام جالب بود، گفتم مثلا ما میگم تو ایران تو اسلام میگیم که ربا نباید باشه، نرخ بهره باید صفر باشه، چه جالب. اینا مثلا فرض کن 40 سال پیش مثلا به این نتیجه رسیدن که نرخ بهره بهینه صفره و این خیلی برام خود من جالب. تازه مال 40 سال پیشه، درسته؟ 40 سال پیش بود. یعنی میشه الان 50 سال پیش، اون موقع که من درس خوندم درس مقطع. درسته. برام خب خیلی جالب بود که چقدر جالب مثلا این سال دهه 60 70 میلادی مثلا علم اقتصاد به این رسیده که نرخ بهره بهینه مثلا صفر و چقدر اون موقع خیلی برام قضیه بود. ولی الان که میام دارم مثلا عمیق‌تر آشنا شدم بالاخره تو این 10 سال، میفهمم که اتفاقا چقدر جالبه که اون چیزایی که ما تو علم اقتصاد یاد گرفتیم به لحاظ اون بحث‌های کور فلسفیش خیلی‌هاش و راستاست با آموزه‌های اقتصادی اسلام، از حفظ در واقع مالکیت محترم دونستن مالکیت خصوصی، از اینکه دولت نباید دخالت خیلی بکنه توی اقتصاد، مثلا فرض کنید در صورت عرض تعمیر به مالک اشتر وقتی نگاه می‌کنی، رفتار پیامبر رو وقتی می‌بینی و اینا، نوع رفتارها می‌بینی که چقدر اتفاقا همراستاست با چیزایی که اقتصادیات بهم میگه. این زمینه مقاله‌ای هم نوشتی؟ ننوشتم. نه. کسی کار کرده؟ زیاد، خیلی زیاد. خیلی زیاد. من اونایی که اقتصاد اسلامی کار میکنم خیلی زیاد تو این زمینه نوشتم. و یه سوال شخصی پرسم، این قضیه طلاپول قبول دارین؟ چی رو؟ طلاپول. دارید بیشتر توضیح بدم منظورتون چیه؟ این آقای میرزایی، حاج آقای میرزایی توی اصفهان خیلی چیز کرده. پول مبتنی بر آره. نه. خب منطقی هم به نظر نمیرسه. ما اینقدر منابع طلا نداریم. توی اروپا، آمریکا مثلا میگن لندن زیرش مشهوره که مخازن طلا داره، بعد اینا مستعمراتی دارن که راحت میتونن ازش طلا استخراج کنن. مثلا اینقدر دلیل هست واسه اینکه بگم اون بلده. ما داشتمون نفته. اون نفت بهتر میتونیم ورود کنیم، نه؟ حالا اصلا دیگه الان دیگه مدت‌هاست دنیا از بحث پول مبتنی بر کالا او خیلی وقت عبور کرده. و حالا اینکه بعدها دوباره الان ما الان خیلی به اندازه خیلی عبور کردیم از این موضوع. خیلی وقت عبور کردیم از این موضوع. میگن ثبات چیز پیدا میکنه اونجوری، بحث تورمی و اینها. اون ربطی به این نداره. همین الان مگه همین کشورها نیستن الان تورم رو کنترل کردن؟ شما اگر که اون یه آثار، چون بحث فنی که نمیخوام الان داشته باشیم. آره نه. یه بحث در واقع فنی داره که اون خودش یه جور دیگه بی‌ثباتیایی رو ایجاد میکنه. اون خودش واقعا یه جور بی‌ثباتیایی دیگه رو ایجاد میکنه اصلا. یعنی خیلی ظاهرش فریبنده است. احساس میکنه خب خوبه دیگه طلا کنترل میشه، تورم کنترل میشه. نه، یه جور دیگه باید. اگه بخوایم با همین رویه حکمرانی ما بخوایم بریم جلو، خیلی وضعمون بدتر میشه.
آره مثلا خیلی چیز ندارم، خیلی فکر نمی‌کنم که راه مثلا ماجرایی بود که اونجا شما رو متحول کنه. من بیشتر اون روایت و داستانم. آره ببین اگه شما من بگی مثلا چه جور روایت‌ها و داستانا رو دوست داری، شاید خیلی بیشتر بتونم کمک بکنم. من دوست ندارم مثلا برای نوجوانا جالب باشه. مثلا همون بحث تفاوت فرهنگی یا شباهت‌ها برای چی اصلا برگشتیم؟ آره بذار چند تا چیز بگم شاید جالب باشه. ببین مثلا من یک موقعی که داشتم میرفتم به خودم گفتم که من دارم میرم به دو تا هدف. یکی اینکه واقعا دانشمو رو به دست بیارم، دو تجربه به دست بیارم. واقعا میرم مثلا چجوری کار میکنم اون طرف. بعد اصلا اون روزهای اولم که رفتم یه دفترچه داشتم به خودم مینوشتم این در جواب این دو تا سوال در واقع اینجور دنبال این بودم که دانش کسب کنم و تجربه کسب کنم. شروع می‌کردم تجربیات رو نوشتم و دنبال جواب یه سوالی بودم و اون این بود که اونا چرا با ما فرق دارن توی مثلا اینقدر احساس به ما اینقدر پیشرفتن و جلوان چیشون فرق میکنه. خیلی دنبال جواب این سوال بودم و برای همین مثلا از همون ابتدا شروع کردم به یادداشت کردن، یادداشت برداری، می‌نوشتم روزانه. مثلا هر روز امروز چه چیزای جدیدی دیدم و این ریشه‌اش تو چی هست. اولا یه جنبندی رو بعد از یه بازه کوتاهی رسیدم و بعد دیگه تا آخر که بودم تقریبا همین جنبندی رو داشتم و اون این بود که دیدم که این جامعه مبتنی شده بر دو تا چیز، یکی نظم، یکی قانون. و حتی اگه اشتباه باشه چی؟ حتی اگه اشتباه باشه در واقع چی میگن؟ تقید به قانون بعد بهتر از بی‌قانونیه. حتی اگه دیکتاتوری باشه. چی؟ حتی اگه دیکتاتوری باشه. حالا در مورد دیکتاتوریشون نمیدونم، نه دیکتاتوری قضاوتی ندارم، مطمئن نیستم. قانونی که با دیکتاتوری باشه قانون نیست. قانون باید اون مبتنی بر شخص باشه اون وقت. آره باید لجیتیمیسی داشته باشه، مشروعیت باید داشته باشه. قانونی که مردم قبول ندارن که قانون نیستش. قانون باید باور عموم بهش به این رسیده باشن یه چیز خوبیه ما اینو میخوایم و سعی کنیم بهش پایبند باشیم. از فرهنگ هم میشه اضافه کرد، فرهنگ سازی. به چی اضافه کرد؟ که این دوتا این پس زمینه این دوتا فرهنگ سازیه دیگه. بله طبیعتاً اینکه چطوری اتفاق بیفته فرهنگ سازی خیلی مهمه. این و اینکه حالا چه جوری فرهنگ سازی بکنیم اینا بله دقیقاً باید شما فرهنگ سازی کنید تا مردم منظم بشن و در واقع قانونمند بشن، پایبند به قانون. ولی این دوتا خیلی تو ذوق میزنه که چقدر مردم تلاش میکنن، چقدر نظم حاکمه و چقدر قانونمندی حاکمه. این برام خیلی جلب توجه میکرد و واقعا به این جنبندی هستم این دوتا ریشه، یعنی هر چی میگشتم عوامل مختلف رو میرفتم ریشه یابی میکردم میدم باز ریشهش میرسید اجرایی انگار به نظم و قانونمندی و پایبندی به قانون و اینکه قانون اعمال میشه. حالا این قانونمندی هم دو بوده، یکی که من فرهنگ اینو دارم که قانون رو عمل کنم به پایبند باشم، دومیش اینه که قانونم اعمال شه دیگه. خب ممکنه من دوست نداشته باشم قانون رو عمل کنم ولی یه کسی هست که مراقبت میکنه. اینکه قانون اجرا میشد، قانون وجود داشت و قانون خوب بود الان اجرا میشد. و دوم هم مسئله نظم که اون تیکش که گفتی که مثلا چی برای شما مثلا باعث افتخار بود، حس افتخار میکردی، یه این تیکش بود. دیدم خدایا چقدر این جالبه. حضرت امیر علیه السلام بزرگمرد تاریخ، یعنی چونی از حضرت علی در دین اسلام بزرگتر نداری، اگر نگیم در تمام ادیان بزرگترین بعد از پیامبران باشن. میگه این فرد این بزرگمرد تاریخ وقتی داره از این دنیا میره در زمان شهادتشون داره وصیت میکنه. پس دیگه مهمترین حرفیه که میخواد تو زندگی آدما میتونه مؤثر باشه رو در اون لحظه میخواد بگه. در اون لحظه شما میبینید که حرفی که حضرت میزنه چیه؟ میگن اوصی کن به تقوی الله و نظم امر کن. من خدا ببین چقدر جالبه که اون وقتی میخوام بگن آقا شمایی که میخواین جامعه اسلامی بسازید، شما شیعیان، شمایی که میخواین زندگی خدایی داشته باشید، زندگی درست میخواین داشته باشید، اگه من شما بخوام میگم دو تا کار انجام بدین، این دو تا کار رو باید انجام بدین. تقوای خدا داشته باشید، نظم داشته باشید.
و بعد واقعا آدم میدید که اونجا این نظمه رو داره. حالا من در مورد تقواش صحبت نمی‌کنم، ولی نظمه و همین نظمه تونسته بود در جامعه یه در واقع فضایی رو ایجاد بکنه که پشتبندش هم حالا به تعبیر بشه اون منفعت‌های دیگه‌ای که ازش حاصل می‌شد و این تیکش خیلی واقعا که گفتین چی آدم افتخار میتونست بکنه، خیلی حس هیجان انگیزی برای خودم بود که من واقعا به این رسیدم اینا ریشه کارشون تو نظمه و این دقیقاً همون چیزی که از امیر به ما دستور دادن و نظم به معنای عامش از نظم به معنای نظم فردی، نظم کاری، نظم در زندگی، نظم در اجتماع، نظم در فعالیت، در ارتباطات، در همه چی. می‌دونی نظم شؤون مختلف داره. نظم وقت من دیر اومدم حتی من اینجا نمیشناختم. آره نه بابا خواهش میکنم. نه رعایت در واقع نظم وقتی اینا اصلا یه چیز عجیب چشمگیر بود برای خودم. یه نکته دیگه این بود که آره بعد از اینکه من گفتم خب دوست داشتم برای علم و تجربه برم، واقعا تا آخرش هم همین بود، ولی یه چیز خیلی برام پررنگ‌تر شد و دیدم که واقعا چقدر علم تو این جامعه در اینکه من چقدر خوب شد که دنبال علم بودم و دیدم واقعا این جامعه داره رفته بالا، علم بوده که منجر شده به این در واقع این رشد که این جوامع ما داریم می‌بینیم که بعداً که اقتصاد خوندم و اینا دیدم که خب آره ما واقعا تو علم اقتصاد هم همین رو میگیم. اقتصاد هم از همین در میاد که پیشرفت اتفاق نمیفته مگر با رشد سرمایه انسانی و سرمایه انسانی هم با دانش محقق میشه و غیره. که شده بود بگیم مثلا توی جلسه‌ای برنامه اینا بگیم با افتخار بگیم ما اینا داشتیم داریم. چی رو داریم؟ بحث امام علی رو، وصیت امام علی رو بگیم توی جلسه‌ای مثلا نه غیر از ایرانی‌ها، به غیر از ایرانی‌ها مثلا به همون تو استاد شاگرد خیلی نیست گفته بوده باشم. یعنی مثلا تو صحبتایی که مثلا میشد با دوستان اساتید اینا شاید گفته بوده باشم. چرا برگشتید؟ ذهن ندارم. چرا برگشتید؟ من حقیقتش اصلا رفتم که برگردم. رفتم اقتصاد که برگردم. یعنی مثلا تمام رفتنم اقتصاد برای اقتصاد کشور بود. یعنی واقعا به این جنبندی رسیدم که خب بالاخره یکی از مهمترین دانش‌ها و علومی که الان اقتصاد جامعه ما نیاز داره علم اقتصاده و این ما در داخل کشور به لحاظ علم اقتصاد بسیار بسیار فقیر هستیم و فاصله بسیار بزرگی رو با دنیا داریم و این باعث شده که اینقدر در واقع کشوری که این همه ظرفیت داره از ظرفیت‌های انسانی و فیزیکی متاسفانه داره در فقر دست و پا میزنه و واقعا فکر می‌کردم که ضرورت داره که به عنوان در واقع یه عضوی از این جامعه پیشنهاد وسوسه کننده هم داشتین؟ یعنی مثلا برای جاب و اینا آره مسئولیتی جایی من چون می‌خواستم برگردم میگم من مستقیم برگشتم. من همون موقع قبل از اینکه دکترام رو بگیرم یعنی مثلا چون اونجا عملاً میرن اقدام میکنن توی فضای کار و اینا من همزمان میخوام برگردم. قبل از اینکه دکترام بگیرم اینجا اقدام کردم که آقا من میخوام برگردم و دیگه دکترامو که گرفتم 10 روز بعدش ایران بودم. یعنی مثلا لحظه‌ای وای نستادم و واقعا همه هدفم این بود که بتونم بیام و یه کمکی رو به جامعه کشور بکنم. اینو بگم بعد هدف اصلی من واقعا این بود که چون باورم این بود که ما خیلی به لحاظ دانش اقتصاد در کشور ضعیف هستیم، اولویت یکم این بود که دانش اقتصاد رو بتونه آدم اینجا توسعه بده و مردم و جوانان تحصیل کرده اقتصاد یاد بگیرن و بعد حالا هر کدومشون آخر هر جایی هستن بتونن این دانش رو استفاده بکنن و کشور رو در واقع بتونن از این وضعیتی که هستش نجات بدن. چون با یه نفر که مثلا فرض کنیم که یه جامعه که تکون نمیخوره که مثلا فقط هم که من نبودم بالاخره خیلی آدمای دیگه هم هستن که اومدن اقتصاد، ولی با یه نفر 2 نفر 10 نفر یه جامعه تکون نمیخوره. مثلا ما 30 سال باید واقعا کار کنیم، تلاش بکنیم اقتصاد رو علم اقتصاد رو بتونیم توسعه بدیم تا انشالله آروم آروم یه تغییر مشکل عامه مردم توی اقتصاد چیه؟
مشکل عامه مردم. یعنی ما همه مدیران رو مقصر می‌بینیم. خب مردم شما میگیم میخوام رو مردم کار کنم. نه نمیگم مردم، من میگم تو آموزش اقتصاد برای جوونا تحصیل کرده. چی می‌خواید درس بدین؟ مردم میدن 2 تا 4 تا میشه دیگه. چی میشه؟ 2 تا 4 تا میشه. یعنی چی؟ اقتصاد این می‌بینن دیگه 2 تا 4 تا میشه. آقا نمیدونم حالا یه سری چیزایی هست مثلا کالای خارجی بخری تورم میره بالا، درسته؟ نه. چرا؟ خیلی هم میگن خوشحالی کردن. نه. پس چی میخواین درس بدین؟ مردم باید چی بدونن؟ نه ببین دارم میگم اول از اقتصاد چی باید بدونن مردم عادی؟ ببینید آخه دو تا یه وقت میگیم مردم عادی باید چی بدونن، مردم باید یه چیزایی رو بدونن. یه وقت میگیم کار تحصیل کرده های ما باید چی بدونن. اونا یه سری موضوعاته. یه گروه دیگه کسایی هستن که میخوان اقتصاد بخونن که برن جزء اون مسئولین بشن که یه کاری بکنن یا برن توی شرکت ها و اینا یه تصمیمات اقتصادی بگیرن. اونا هم طبیعتاً باید علم اقتصاد بخونن. ما الان تو تمام این لایه‌ها تو کشور ضعف داریم. خب اون چیزی که الان در اولویت یکه این که اون لایه بالا اونه که واقعا میخوان برن تو اقتصاد کشور یه نقشی بازی کنن، حالا یا به عنوان آحاد اقتصاد، به عنوان مثلا تو شرکت ها و بنگاه ها و بانک ها و مؤسسات مالی و فلان و اینا، چه توی دستگاه ها و سازمان ها و دولتی که میخوان تصمیم گیر باشن. اینا هم در وهله اول باید خیلی خوب اقتصاد بالاخره یاد گرفته باشن. در وهله دوم میشه تحصیل کرده ها که اینا تأثیر قابل توجه دارن تو تصمیم سازی هایی که تو جاهای مختلف اتفاق میفته، چه تو بخش دولتی چه تو بخش خصوصی، صورت غیر مستقیم موثرن، روی آرای مردم موثرن. سوم میشه دانشی که عموم مردم باید داشته باشن که هم تو اقتصاد خودشون در واقع دچار آسیب نشن، دو توی انتخاب‌های اجتماعیشون در واقع اشتباه نکنن. اون مهمترین چیزی که به نظر من عموم مردم باید یاد بگیرن اینه که یه سری حرفایی رو باید چیزایی یاد بگیرن که گول سیاستمدارا رو نخورن. دم انتخابات گول نخورن با شعارهای علیکی. خب بتونن شعارهای علیکی رو از شعارهای علیکی در واقع تشخیص بدن. یا مثلا فرض کنید خیلی سیاست‌ها رو که میان با یه زبان چربی به مردم میفروشن، گول اینا رو نخورن و بتونن سر و ناسره رو از هم تشخیص. اینا چیزای کلیدیه که لازمه که در واقع بتونن یعنی حرفای که غلطه ولی یه کاغذ پادوی خوشگلی دورش پیچیده میشه و مردم فروخته میشه، گول نخورن مردم. این خیلی مهمه. توی بحث روایت ها چیزی دیگه رسید؟ آره یه چیزی خواستم میگم، چیزی دالا به مرتبط علاقه‌مندی شما بود. پریدم توش یادتون رفت؟ چی؟ پریدم توش یادتون رفت؟ نه. ببین یه تجربه جالبی که ما داشتیم این تعامل با بچه‌های چیز بود. دانش آموز؟ نه بچه‌هایی بود، عزیزان دوستانی بود که کانورت کرده بودن. مثلا تعامل با اونا خیلی تعامل جالبی بود. من مثلا یه چند مورد داشتم که باشون رفاقتی رو داشتیم. اینا خب نحوه مثلا اومدنشون به اسلام و به مثلا به تشیع خیلی جالب بود. به طور مشخص مثلا یه مورد بود خیلی برای من آموزنده بود. گفتش که مثلا من گفتم بعد که از جامعه مسیحیت دیگه فهمیدم خانواده مسیحی بود، دل کندم اومدم توی اسلام. بعد بین شنیدم شیعه هست، سنی هست، مثلا فرقه هست. مثلا برم دنبال این که ببینم حق کجاست. اونجا دیدم رفتم سراغ مثلا مسجد شیعیان و اینا، گفتن که مثلا اینجوریه شیعه اینه اینجوریه. پرسیدم اهل تسنن چیه؟ اون تسنن کتاباشونه اینا برو بخون یا برو بپرس آشنا شو. رفتم مثلا مسجد اهل تسنن اونجا پرسیدم، گفتم آره سنی اینه اینجوری آره بیا. گفتم شیعه چیه؟ نه اصلا سراغ اون نریا کتاباشون نخون گمراه میشی بخوری. من از همینجا فهمیدم که اون شیعه ها حرفشون راسته، چون ما شجاعت داره میگه خود برو بخون خودت انتخاب کن، ترسی نداره اینکه میگه چی بگی برو نخون.
برو به خودت انتخاب میکنی، خودت میفهمی حق چیه. چون من همینطوری از مسیحیت اومدم به اسلام. برام خیلی جالب بود از این ایست که واقعا حق و حقیقت اصلا ما نیاز نداره بخوایم که این آدم‌ها رو محدود بکنیم از اینکه وای این کارو نکن اون کارو نکن. نه، حق و حقیقت اینقدر واضحه، این خورشید تو آسمونه، آدم‌ها میخونن، قدرت انتخاب دارن و خداوندم روی کردش با آدم‌ها همینطوری بوده. تو برید لا اکراه فی الدین، برید اکراه ندارم، برید بخونیم، مطالعه کنیم، بیاین قرآن بشنو، اگر حق یافتیش بیاد. و با مغز آدم‌ها کار میکنه دین اسلام. و بعد نکته دوم جالبی که در مورد هم ایشون هم کسای دیگه بود این بود که اینا وقتی می اومدن توی اسلام از ماها ملاتر بودن. یعنی انقدر مطالعات عمیق داشتن، انقدر مطالعات عمیقی. مثلا فرض کنید بنده خدا تمام رساله توضیح مسائل حفظ بود بکنم، تمام کتاب‌های علامه طباطبایی، شهید مطهری، امام خمینی، کی همه رو خونده بود. خیلی سطح دانش بالا، چون اینا مثل تشنه‌ای ان که یهو انگار به آب رسیدن دیگه دیوانه‌وار شروع میکنن بخوندن. و میگم مثلا من تجربه‌ای که داشتم واقعا تجربه برخورده به بعضی از شغلش چی بود؟ مثلا یادم نیست، مثلا متفاوت داره، مثلا اون فرد الان یادم نمیاد، مثلا مهندس بود فکر کنم، مثلا خیلی شغله چیز نبود. آره ما مثلا تو مرکز اسلامی ما در تعامل بودیم، شغله خیلی محل موضوع بحث و صحبت ما نبود. همین تو جوان بودن دیگه، هم 24 ساله اینا بودن. سلام خانم تاجدی اومدن، خانم دکتر تاجدی یه چکی بکنیم تانشون رو، چون میگم چند دقیقه دیگه رسن و من بگم اگه نیومدن که هیچ، اگه اومدن بگیم که عرض کنم خدمت. آره این هم یه در واقع داستان تعامل با این دوستان کانورتی برام خیلی چیز بود. شباهت‌های علمی ایران و اونجا چی بود، یه تفاوتاشون؟ اومدن باشه بهشون بگه یه دوست داره شباهت‌ها و تفاوت‌های آموزشگاه‌های ما علمی ما. این هم خیلی نکته مهمیه. ببین ما اونجا خیلی مبتنی بر یه سیستم آموزشی همونطوری گفتم مسئله محور، خلاقیت محور هستش. مدیریت آمریکایی داشت در مقایسه با ما چی؟ مدیریت آمریکایی روش حاکم بود دیگه. حالا نمیدونم این ناشی از مدیریت آمریکایی بوده یا یعنی چیز. سیستم آموزشی اونجا خیلی این چنینیه که خیلی پروموت میکنه در واقع به خصوص سطح دانشگاه‌ها و اینها که شما بری دنبال علاقت فکر کنی، تتبع بکنی، بری تشو در بیاری و سعی کنی با درگیر مسئله بشی، حل مسئله بکنی، چالش بکنی، خلاقیت به خرج بدی، خلاقیت، اوت آف باکس فکر کردن. اینا چیزایی بود که خیلی ارزشمند بود. نه اینکه مثلا حالا مثلا میگم فرض کن ما میرفتیم مثلا انتگرال سه‌گانه‌ای نمیدونم فلان رو مثلا رو هوا میتونستیم حل کنیم، او اصلا چه ارزشی داره؟ یه جدول داشت رو کتاب وا میکرد، خب انتگرال این میشه، انتگرال اون میشه، چه ارزشی داره اینقدر حافظه‌ام با این چیزای الکی پر بکنم که اونو که خب میشه این کارو انجام داد. یا مثلا خیلی ما اینجا روی یک مهارت‌های مثلا ریاضیات خیلی مانور میدیم که مثلا رو تند حل بکنی نمیدونم فلان، این خیلی اینا انگار ارزشه. یا حافظه خوب، چیزای خوب زیاد حفظ بکنیم مثلا بدونیم. ولی اون نه، بیشتر روی فکر کردن و خلاقیت زدن و اینا. سیستم آموزش خیلی به این تیکه بیشتر بها میداد و واسه همینم خیلی وقتا ایرانی‌ها که می اومدن در نقطه شروع خیلی خوب بودن، چون از این سیستمی بودن که آموزش محور بود و خیلی چیزا بلد بودن بچه‌ها. ولی بعد تو مقطع دکترا هرچی جلوتر می‌رفتن، چون دکترا مبتنی بر خلاقیت و تحقیق و چیزای جدید پیدا کردنه، بچه‌ها ایرانی چون خیلی روشون تو این زمینه کار نشده بود، بخاطر همین آروم فاصله می‌گرفتن. شما الان 2 سال فکر کنم هست که رئیس این دانشکده‌ای، تغییری توی همین بحث سیستم آموزشی دادین، تونستین بدین؟ ما
میتونم بگم تلاشی که واقعش کردم این بوده که یه مقدار فضای ذهنی دانشجویان، یعنی تلاش کردم برای دانشجوی دکترامون که فضای بهتری رو داشته باشن که توش بتونن با یه فضای آسایش بیشتری بتونن به آرامش بشینن تحقیق بکنن. خب هم به لحاظ فضای فیزیکی، هم به لحاظ اینکه مثلا یه بورسیه‌ای دریافت بکنن که نیاز نباشه برن بیرون کار بکنن، بتونن با آرامش بشینن این کارا رو انجام بدن. ولی واقعیتش تغییر این پارادایمه که شما میگین صادقانه‌اش خودم چیز نبودم، اونقدر بهش در واقع اهتمامی رو نداشتم چون تنها بودیم. شاید واقعا مثلا حضور ذهنم هم نبود که واقعا شما گفتین برام جرقه ذهنی شد که ببینم میتونم اینو یه جوری پیادهش بکنم. ولی از اون مهمتر اینه که این یه پارادایمیه که تو کل کشوره، یعنی به این راحتی چیزی نیست که ما اینجا مثلا یه تنه شما بتونی تغییر بدی. ولی این معنیش نیست که ما نباید کاری کنیم، نه حتما ما باید یه کاری بکنیم. ولی ممنونم ازتون، میتونم ازش در واقع چیز بکنم که این تو 2 سال آینده ان شاءالله این کارو بتونم. تو مصاحبه بیارمش اینا رو یا نه؟ آره نه مشکل. 2 سال اینجا بودن کاری نکردیم. میگم اون کاری که کردم برای اینجا برای این لزوم، آره لزوم شاید امر معروف نهی از منکر نشون میده که آقا یادم بندازین، بهم بگین یادم بندازین. من قرار نیست که همه چیز یادم باشه.